به عنوان کسی که بالای 150 تا ویدیو آموزشی یوتیوب دیدم، امروز اومدم که برات دقیقاً بگم که الگوریتم یوتیوب چجوری کار میکنه. تایتل، دیسکریپشن و تگ ها. این سه تا چیز دقیقاً همون چیزایی هستش که الگوریتم یوتیوب باهاشون میفهمه که ویدیوی ما راجع به چیه و اگه درست ازشون استفاده کنی خیلی راحت ویدیوت به دست مخاطبت میرسه و ویوهای بالا میگیری. اما مشکل اینجاست که اکثر مردم نمیدونن راه درستش چیه. چیزایی که باید تو تایتل بنویسن رو میبرن تو دیسکریپشن یا برعکس. واسه همینم کانالشون رشد نمیکنه. توی ویدیوی امروز میخوام دقیقاً بهت بگم که راه درست نوشتن این سه تا چیه که ویدیو توی یوتیوب رنک خیلی خوبی بگیره. خب بین این سه تا مهمترینش تایتله یا همون عنوان. چرا؟ چون اولین چیزیه که مخاطب همراه با تامنیل میبینه و تصمیم میگیره کلیک کنه یا نه. پس تایتل باید هم برای الگوریتم جذاب باشه هم برای آدم‌ها. قدم اول اینه که تایتل‌های کوتاه و خوانا بنویسید. ببینید درسته که کلمات کلیدی مهمن، ولی نباید تایتل رو با کلمات الکی پر بکنی. یوتیوب 100 تا کاراکتر جا داده ولی قرار نیست که همشو پر بکنی. سعی کن تایتل رو زیر 70 تا کاراکتر نگه داری. چرا؟ چون دو تا دلیل داره. اول اینکه حوصله مخاطب کمه و وقت نداره که یه تومار تایتل رو بخونه. دوم اینکه اگه تایتل طولانی باشه، یعنی بالای مثلا حدود 70 کاراکتر باشه، توی گوشی یا بخش‌های پیشنهادی کات میشه و نصفه دیده میشه. حتی مستر بیست هم تایتلاشو معمولا زیر 50 تا کاراکتر نگه میداره. اگه مجبوری طولانی بنویسی، کلمات مهمو بذار اول جمله. این یه راه ساده‌ای بود که بهت گفتم. نکته دومی که باید بهش دقت بکنی اینه که با احساسات مخاطبت سعی کن بازی کنی. گفتم به تایتل برای آدماست، پس باید یه حسی رو درگیر کنی. حالا حس کنجکاوی یا هیجان یا ترس یا هر چیز دیگه. مثلا به جای اینکه بنویسی 5 نکته برای ویو گرفتن، بنویس این کارو بکن تا ویوهات منفجر بشه. اینجوری حس کنجکاوی ایجاد میکنی و احتمال کلیک کردن روی ویدیو تو خیلی بالا میبره. و قسمت بعدی دیسکریپشنه. بریم سراغ دیسکریپشن. خیلی‌ها میگن کسی توضیحاتو نمیخونه پس مهم نیست، اما خود یوتیوب رسما گفته که دیسکریپشن به پیدا شدن ویدیو شما توی سرچ خیلی کمک میکنه، پس مهمه. قانونش چیه؟ کلمات کلیدی اصلی رو بذار همون اول توضیحات دیسکریپشنت. حالا این کلمات از کجا بیاریم؟ خیلی ساده است. برو تو سرچ بار یوتیوب، موضوع ویدیو رو تایپ کن. همون چیزایی که خود یوتیوب بهت پیشنهاد میده دقیقاً همون چیزایی هستن که مردم دارن سرچ میکنن. همونا رو بردار تو خط اول توضیحاتت به صورت جملات روون، نه کلمات پرت و پلا، استفادهشون کن. یه ترفند جالبم اگه بخوام بهت بگم اینه که قبل از اون کلمات تو قسمت سرچ یه خط تیره یا آندرلاین بذار تا یوتیوب پیشنهادهای بیشتری بهت بده. یه نکته خیلی مهمم هست که اصطلاحاً بهش میگن کیورد استافینگ. اون کار اصلا نباید انجام بدی. معنیش میشه این که نباید 50 تا کلمه رو همینطوری پشت سر هم ردیف کنی. یوتیوب این کارو دوست نداره و ممکنه جریمتون کنه. یه خلاصه ای از ویدیو بنویسید و کلمات رو توش جا بدید. این بهترین کاریه که میتونید انجام بدید. بخش بعدی تگ هایی که میخوام یه واقعیتی رو بهت بگم که خیلی‌ها نمیدونن راجع به تگ ها. تگ ها چیزیه که خیلی‌ها روش وسواس دارن. ببینید بذار خیالتون رو راحت کنم. تگ ها کم اهمیت ترین بخش ماجرا هستن. یوتیوب خودش گفته که تگ ها نقش خیلی کوچیکی دارن. حتی یه آزمایش انجام شده که یه کلمه بی‌معنی رو تو دیسکریپشن نوشتن و یه کلمه دیگه رو تو تگ ها. وقتی سرچ کردن اونی که تو دیسکریپشن بوده پیدا شده ولی اونی که توی تگ ها بود نه. پس وقت طلاییتون رو بابت پیدا کردن تگ هدر ندید. اون وقت رو بذارید به جاش روی تایتل و تامنیلتون. خب شاید بپرسید تگ ها به چه دردی میخورن؟ یوتیوب اونا رو واسه چی گذاشته؟ اینجوری میتونم بگم که به درد غلط املایی میخورن. مثلا اگه اسم کانالت سخته و ممکنه اشتباه تایپ بشه و مدل‌های مختلفی تو نوشتنش هست، میتونی اونا رو تو تگ بنویسی. اگه هنوزم خیلی اصرار داری که تگ بذاری مشکلی نداره. از سایت‌هایی مثل حالا رپید تگز هست میتونی استفاده کنی، تگا رو کپی کنی و بذاری. ولی بازم میگم خیلی سخت نگیر و پاش وقت نذار. خب اینجا سوال براتون پیش میاد که حالا همه این کارا رو بکنیم آیا ویوامون میره بالا یا نه؟ خب میتونم بگم که هم آره هم نه. همین کارهایی که گفتیم یعنی سئو کردن ویدیومون باعث میشه که ویدیو دیده بشه و بیاد جلوی چشم مخاطب. اما اگه محتوای ویدیو جذاب نباشه و یا اگه تامنیلت کلیک نگیره یا مخاطب وسط ویدیو خسته بشه و بره بیرون، هیچ سئویی نمیتونه نجاتت بده و عملاً ویوات همون میزان کم باقی میمونه. هدف اصلی یوتیوب اینه که مخاطب رو توی سایت خودش نگه داره. پس اولویت اولتون باید ساخت محتوای جذاب و نگه داشتن مخاطب باشه. بعدش این تنظیماتی که بهتون گفتم مثل یه شتاب دهنده عمل میکنه و عملکرد ویو اون ویدیوتون رو بالاتر میبره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودین و سعی کردم که به زبون ساده چیزایی که یاد گرفتم رو بهتون بگم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، فعلا.